خب صفحه رو دارید؟ میریم تایم دیلی. همونجوری که مشخصه ما دیروز به داخل فیجیه اینجا ریپرایس شدیم به هدف این بالانسی که اینجا توی تایم دیلی داریم. قیمت اومده داخل این فیجیه، صرف اومده فقط بهش رسیده، ریپرایس شده اومده پایین و انتظاری که مجدد دارم یه بار دیگه سقفی که اینجا داریم رو مارکت بیاد جمع آوریش کنه. حالا بیاد پایین تر یا بره صعودی بشه و بیاد حالا تا زدن سقف اینجا یا برسه مثلا به سی ای این افیجی که اینجا داریم. سی ای که بخوایم در نظر بگیریم از کف اینجا تا سقف اینجا 50% رو در نظر بگیریم بوده میشه اینجا. خب بگیم تایم 4 ساعته. تایم 4 ساعته ما اومدیم داخل اون امبالاس تایم دیلی اکسپنشن شدیم به سمت بالا و رفتیم بالای سقف سونی های اینجا. یک سقف مدتی رو به سمت بالا شکستیم. مارکت استاد داده داخل مجموعه کندری اوردر بلاک اینجا یا تک کندل اوردر بلاک اینجا رو در نظر بگیری بازم معتبره. پس انتظاری که داریم مجدد میتونه قیمت یک اکسپنشن دیگه بعد از این اسلاید که داشتیم صعودی بشه بره سقف اینجا رو مجدد جمع آوری کنه یا سقفی که الان مهندسی شده میتونه تا سقف اینجا هم مارکت بعد از یک ریتریس قیمتی تا ایکوال های اون سقف رزिस्टنس که این بالا داریم قیمت بره اون رو جمع آوری کنه و برسه به اون سی تایم دیگه. یا هم اگر رسید به اون نقدینگی وایساد اینجا ما میتونیم به عنوان یک ستاپ پی جی آی اف بیایم بر اساس شرایطی که داره مارکت تا حالا لول 20% یا 30% تا این پایینا اسلایش رو انجام بده. اینجا رو من ننداختمش ولی خب تیکش رو یه لحظه پیور رو تنظیم کنم. خب اینو به عنوان ویدیویف بخوایم در نظرش بگیریم. خب انتظار داریم از کف خود هفته مارکت به اندازه 20 تا 30% اصلاح خودش رو انجام بده. الان میخوایم 20 تا 30% هم اصلاح در نظرش بگیریم. حدوداً تا این کشول رکتان 4 ساعته میتونیم پایین بیاییم. یا 30% هم میخواد بیاد پایین میره زیر کف دیروزی که اینجا مارکت اومده شکل داده. یک کف سل سایده روز پنجشنبه است. حالا اول میتونه مثلا بره سقفی که مهندس کرده بره اونا رو جمع آوری کنه. خب تایم یک ساعته‌ای که مد نظرمون ما اکسپنشن صعودیش رو انجام داده، قیمت اومده اسلاش انجام داده، مجدد اکسپنشن صعودی رفته سقف رو مهندسی کرده، ریتریس شده داخل این اکسپنشن صعودی که اینجا داریم. یعنی از
کف اینجا و سقف اینجا یک اکسپنشن سعودی رو ما داریم، میتونه تا 50% اون حرکت کنه و مجدد صعودی بشه و بره بالا. اینجا الان اومده تو ناحیه مجموع کندلی اوردر بلاکی که اینجا داریم، مارکت دارا رسیده بهش و توی ناحیه اوتی ما در این دیسکانت قیمتی مارکت رسیده به مجموع کندلی افیجی اینجا رو هم داریم. این میتونه مجدد ریپرایس بشه بره نقدینگی سقف اینجا یا سقف دیروز رو هم جمع آوری کنیم. حالا اینجا رسیدیم به مجموع کندلی اوردر بلاکمون و تایم 15 مارکت اومده رسیده به اوپن میدنایتی که اینجا داشتیم، اوپن 00 که اوپن میدنایت ما هست، رسیده به افیجی که اینجا داشتیم و سی اون قیمت گذاری شده به سمت بالا. ما نقدینگی کف سل ساید خود اینجا رو داشتیم که میشه بودن، حالا میشه بس کنم، میشه کف لندن یا کف لانچ لندن رو اینجا داشتیم. لانچ تایم لندن جمع آوری کرده رفته صعودی شده، مجدد اومده کف خود 8 سی رو هم یه بار دیگه اینجا جمع آوری کرده رسیده به اون لول سازمانی ما که حمایت سازمانی ما اوردر بلاک تایم یک ساعته ما هست. همچنین اف پی جی که اینجا داریم انتظار یه حرکت صعودی رو داریم تا حداقل پریمیوم اینجا هم حرکت کنه. میریم تایم پنجمین دیتای بیشتری رو کنیم در نظرش بگیریم. اینجا تایم 5 دقیقه میتونه مثلا یه بریکر اینجا رو داشته باشیم، مارکت اینجا رسیده بهش ریپرایس شده سمت بالا و این اگه به عنوان یک مانیپولیشن هم در نظر بگیریم، مانیپولیشن خود 9 تا 10 صبر میکنیم تا ساعت 10 که توی رنج بازگشایی اون شرایطی که داشتیم رو حالا به عنوان یک مانیپولیشن یا هر چیز دیگه در نظر بگیریم و دنبال حالا سناریوهای سعودی برای ورود بگردیم. اگه سناریوی سعودی داد وارد میشیم، اگه نه هم که ممکنه قیمت بیاد زیر کف کلو اینجا رو هم بزنه که یک رنج کلی مارکت است از کف اینجا تا سقف اینجا رو در نظرش بگیریم. دیسکانت ما هنوز زیر این کف هم هستش. اگه مارکت بیاد زیر این کف، اگه اینجا چرخش اون سناریو چرخشی رو نداشته باشیم، اسمارت مانی ریورسال رو نداشته باشیم، میتونه تا دیسکانت این رنج کلی ما هم حرکت کنه و بیاد کف خود روز و کفی که اینجا داریم رو جمع آوری کنه و مجدد صعودی بشه بره بالا یا هم برسه به اون 20% اصلاحی رنج هفته‌ای که به عنوان تی جی آی فاند در نظرش بگیریم. تا این پایین هم میتونه مارکت حرکت کنه یا برسه به اون 30% رنج هفتگی که مارکت استاپ کنه تا اینجا. تو صبر میکنیم ببینیم این لولی که اینجا داشتیم میاد پایینتر. اگه پایینتر اومد که دیگه دنبال اصطلاح قیمتی میگردیم تا اون لول 20% که این پایین قرار داره. یک دقیقه دیگه مونده برای کندل 15 دقیقه که اینجا داشتیم. این اگه اومده باشه داخل این بالانس اینجا که برای اومدیم و این بالانسی هم که اینجا داشتیم، اگه قیمت بالای همین هم که لوس کنه میتونیم دنبال حالا تایم پایین تر دنبال ورود باشیم به سمت پریمیوم این رنج یا بیاد سقف اینجا رو یا سقف اینجایی که برای سقف دیروز یا سقف هفته است مجدد جمع آوری کنه، نقدینگی رو بزنه و نزولی بشه بیاد پایین تر. خب میریم تایم یکمین ساعت 10 رو مد نظر قرار بدید که بعد از ساعت 10 بریم سراغ یک سری بورس‌های قیمتی یا ما میایم اون ماکرو تایم رو هم میتونیم در نظر بگیریم. خب این ماکرو تایم رو مد نظر قرار بدید.
یه صبر میکنیم که دنبال ورودهای قیمتی باشیم. یعنی 15 دقیقه مجدد. ببین قیمت اومده داخل FG پایینی و اینجا ریپرایس شده، رفته بالا، یه FG اینجا بسته شده و خود حالا اون پایین 5 دقیقه بریک که اینجا داشتیم، این بالانسی که خود اینجا داشتیم و ناحیه اوتی که بین 79 تا 62 هست، این ناحیه اوتی هست، ترکیب شده با اوردر برای تایم یک ساعتی ما و یک ناحیه حالا فیر والیوشن یا تخفیف قیمتی ما هست، ارزش منصفانه خرید قیمتی. میتونیم اینجا دنبال بای باشیم به هدف حالا پریمیوم این رنج ما یا رسیدن به صفحه اون حرکت مانیپولیشنی که اینجا شکل گرفته. البته این خودش هم سقف 830 هم هستش. نوستی میومد اینو میزد مشکلی نداشت، ولی خب 830 هم زده، میتونیم به عنوان یک لیکویدیتی ران در نظرش بگیریم تا این بالا دنبال بای قیمتی باشیم. خب من متا رو بیارم بالا. خب ما یه نقدینگی ایکوال های رو هم این بالا دادیم به عنوان یک با استابیلیتی و سقف خود روز که سقف 830 هم میشه. آقا میشه سوالم بپرسیم؟ سوال داره ولی فقط در خصوص همون لایو مارکر. درسته. اینجا دلیوری به سمت بالا، این FPG ساعت 9:30 رو دقیقا حساب میکنید. باید بالای اون کلوز داشته باشیم. اگر قیمت متعادل بود پایین توی ماکرو ورود میزنیم دیگه. درسته؟ یا این FPG ساعت این بالانس کم نزولی 9:30. اینجا منظورته؟ آره اون این بالانس نزولی بزرگ 9:30. ببین الان ما اولین FG رو ما اینجا رو داریم، FG که اینجا بوده که این هم بخوایم در نظرش بگیم. خب صدا ما دارید؟ صدا قطع شد یه لحظه. خب این اولین FG ما هست. انتظار دارم حداقل سقف کوتاه مدتی اینجا رو بزنه قیمت. این سقف رو بزنه ما میتونیم دنبال بای قیمتی باشیم. مثلا الان توجهی به این FG ما نداریم، کار خودش کرده، اینجا ریبالانس کرده، اومده کف حالا سل ساید خوده همینجا رو زده یا رسیده به اون لیول های سازمانی ما. اینجاها میتونیم دنبال بای قیمتی هم باشیم.
فعلا که منتظر ببینیم مارکت هیچ دیتایی برای ورود به ما میده یا نه. خب یه اوردر بلاکی رو ما اینجا داریم، قیمت رفته بالای سقف پوت مدتی اینجا و سقف اینجا رو هم زده با شادو. من یه ورودی خودم الان اینجا داشتم به سمت حالا وایس لیکویدیتی های این بالا. ورودی که اینجا خب این اولین FPG بعد از ساعت 9:30 که شکل گرفته. انتظار ورود قیمتی از یه دیسکانت قیمتی و همچنین از این اولین FPG رو میتونیم داشته باشیم. اینجا صدای منو دارید؟ آره داریم. اینجا استاپ رو کجا گذاشتی دقیقا؟ استاپ هم زیر کندل بزرگی که داریم اینجا، بودی که اینجا داشتم و استاپش هم که زیر این فقط دیتای هست الا ورود نزنید که استاپ میشید. دفعه فقط دیدگاه تحلیلیه، ورود بزنید استاپ بشید دیگه گردن خودتون. خب قیمت اومد مجدد رسید به اولین FPG که بعد از ساعت 9:30 داشتیم. اینجا مجدد قیمت گذاری شد. یه بار دیگه اگه قیمت بالای مجموع کندلی اینجا کلوز کنه، این حرکتش رو خیلی راحت میتونه تا این بالا هم ادامه بده. حالا ما یک کندلی رو اینجا داشتیم، کندل نزول اینجا که نقد نیمه جمع کرده، قیمت هم از اون FPG تایم 15 دقیقه قبل ریپرایس شده، مجدد برگشته بالا. این اوردر بلاک اینجا رو هم شکل داده مجموع کندلی ما رو. میتونیم اینو به عنوان همون پروپلیشن بلاک و پروپلیشن بلاک در نظرشون بگیری، به عنوان یه ورود قیمتی میتونید ازش استفاده. صرفا فقط جنبه تحلیلی داریم یا ورودهایی که انجام بدیم تو دمان.
حدودی که من داشتم اینجا بود، حساب زیر این و قیمت تا نزدیکی حساب ما اومد و الان هم که داره سودی میشه. پریپارس خوبی رو از اون ناحیه قیمتی از اول افیجی یا بانکی افیجی بخوام در نظرش بگیریم، از این ناحیه قیمت اومد، قیمت گذاری شد و سود خیلی خوبی رو الان داریم میبینیم. بالای همین هم که کلوز کنه دیگه تا وایساید اینجا یا سقف خود همینجا هم یا که سقف دیروزه تا اونجا میتونه حرکت کنه. یا هم ما افیجی تایم دیلی رو هم اینجا داشتیم، این لول پایینی افیجی تایم دیلیه. ناحیه اوردر بلاکی که خب ما رفتیم بالای مجموع کندلی اوردر بلاک، اینجا مجدد کلوز کردیم. اوپن کندلی که اینجا بوده بالای اون کلوز کردیم، بالاتر از اون قیمت گذاری شده مارکت و انتظار سود رو داریم. حالا ماکرو تایم هم هستیم. الان با یک کندل قوی و میاد پایین میتونه سودی هم بشه. بریکر بلاک سودی رو هم داریم، کندلی که اینجا بوده، کف اینجا، سقف اینجا و مجدد کف اینجا، مارکت اومده رفته بالای اون. از قبل هم که نقدینگی 830 رو هم جمع کرده، خود نقدینگی اینجا رو هم جمع کرده. میتونید این کندل رو هم به عنوان یک بریکر بلاک هم در نظرش بگیرید یا مجموع کندلی اوردر بلاک اینجا رو میتونید در نظر بگیرید. لول سازمانی اولی افیجی هم که اینجا بوده اومده، ببینید هیچ کلوزی رو اینجا بعضی که قیمت رفته بالای اون هر حرکت به سمت پایین که داشتیم اومده اونجا قیمت گذاری شده به سمت بالا. خب یه دقیقه دیگه تا اوپن کندل ساعت 10 و مانیپولیشن خود ساعت 10 رو هم میتونید داشته باشین. یه حرکت کوچیک به سمت پایین و مجدد میتونه اکسپنشن سودیش رو انجام بده. اینجا ما یه پی رو اینجا داریم. خب حرکت خوبی رو از افیجی رو داشتیم، خبر داشتیم بکنم کاملا پوکید. کنم خبر داشتیم و نگاش نکردیم. آره خبر بوده ساعت 5:30 مارکت رو زیر کن حساب ما رو هم زد. خب میتونه سعودی بشه. مجدد اومد نقدینگی رو جمع کرد. خبر رو چک نکرده بودیم.
استاف ما رو که زد. ولی خب مجدد هنوز قیمت بالای 30 یا اون افیلی تایم اون زمین ما هست. این میتونیم به عنوان مانیپولیشن همون خود کندل ساعت 10 رو هم در نظر بگیریم یا مانیپولیشن ماکروتا رو میتونید در نظر بگیرید. آرین با این حرکتی که زد اسلیپج نخوردید تو حساب؟ چرا خوردم، یکمی خوردم، مشکلی نیست. استیپیج یا باید شدن اسپرد یا هر چیز دیگه جز فعلا هم نیست. اسپریج هم بزنه مشکلی نیست. اگه ما یه ریوارد یا ورود خوبی هم داشته باشیم قیمت میاد چند برابرش میده، مشکلی نیست. اون تقریدایی که تو گروه میذاشتین و اسپریجایی که میخوردیم مشکل الان نزدیک $30 اسپریج خوردم. درست. بعد یه سوال، توی یک ساعته کندل ساعت 9 خیلی شادو کرده بود از پایین، احتمال داشت که توی ساعت 10 هم بیاد سی شو پر کنه دوباره، حتی اگه خبرم نداشتی. آره سی یا 25% نه خبر که نداشتی مشکلی نداشت کنه. الان طبق دیدگاهی که اون پلنایی که من دارم تایمای بالاترش مشکل نداره. الان فقط تایم پایین ورود می‌خواستیم بزنیم که اینجا بود. دیگه اینم البته اون شرایط خاصی رو نداشت، فقط صرفاً چون دمو بود دیگه اینجا ورود داشتم. الا پلنای اصلیم اینجا نیستش. من فقط جنبه تحلیل داشته باشیم که دیدگاه بای بوده اونم ترید کنیم. اومدم اینجا یه ورود داشتم. صفحه پراگ نیست، پراگ رو هفته بعدی میخوام بزنم. خب یه کلوزی رو بالای این داشته باشیم. کندل بولی که اومد نهادینگی رو جمع آوری کرد، مجدد رسید به اون فیجی تایم زمین و اوردر راکی تایم اون زمین داشتیم. این بالای این کلوز هم داشته باشیم. این بالانس هم بده میتونه صعودی بشه یا هم اسنتی بکنیم در نظرشون بگیریم. جونز که کف پایین تری نزده بر اساس اون تایمی که داریم بوده اسپی 500 هم نزده باید که مثلا از اینجا در نظرش بگیریم. آبی جون خسته نباشی. سلامتش. آره گفتی اینجا حساب ورود نکردی با حساب اصلیات، با دمو زدی، باید خیلی تمیز باشه که ورود میزنی، درسته؟ درست. یعنی شلخته پلخته نباشه. نه کلا کار به این شلخته پلختهش ندارم. خب الان چون لایو استریمه اون شرایط ذهنی باید که مبارزه باشه. آره تمرکز باید باشه که بیای حالا رو حساب خودت ترید بده. گرفتم. اصلا آربین ما همیشه این داستان رو داشتیم وقتی توی رنجی که ساخته این بالانس داره، مخصوصا توی نوحسی تا اونو دلیوری نکنه اصلا مارکت رنج میشه با این بالانس های سعودی پایینش داخل این رنج میمونه. اصلا میبینید توی ماکروی ساعت بعدی یا مثلا الان حدود یه ماه که تو ساعت لانچ تایم حرکتش رو شروع میکنه. درست. خب ما یه RDRB رو اینجا داشتیم، مارکت دلیوری شد به سمت پایین، مجدد اومد رفت بالای فیجی اینجا ریدلیوری شد، اومد پایین کامل اونو پر کرد، ریبالانسش شد،
به انتظار یه حرکت سعودی رو ازش داشتیم که رفت نقدینگی صفحه اینجا رو هم زد. سقفی که اینجا داده کف ببین قیمت بالای این اوردر بلاک که حالا این کندری که اینجا داشتیم به عنوان اوردر بلاک ازش استفاده کنیم هیچ کلوزی رو بالای اون نبوده. بیام اینجا مثلا در جهت روندی که اینجا داریم یا بیایم تا وایساد اینجا وقتی روند صعودی میشه اکسپنشن صعودی میزنه بیام اینجاها دنبال بای بگرد. صرفا رفته با شادو نقدینگار رو جمع آوری کرده که به عنوان یک سلبریتی بود. فیلر سوینگ رو داشتیم اینجا و نقدینگار رو جمع آوری کرده اینجا در نزولی شده اومده پایین تا وقتی که حالا کف اینجا زده نشه ما میتونیم دنبال بای باشیم. اگه این کف زد میتونه تا حالا اون نقدینگی کف‌های ایکوالوی که اینجا داشتیم یا اون ناحیه کجا رفتش 15 همون ستاپ تی جی اف که بخوایم در نظرش بگیریم لول 20 حدودا میشه کف سشن عصر دیروز یه نقدینگی اونجا رو جمع کنه اصلاح کنه تا لول 20% ما. فکر کنم تا همین یک مینش یه ریپرایس خوبی رو داشتیم. آره اینجا دنبال دیگه بکنم مارکت دیگه کلا بای بشه. آرمین این SMP رو کجا استفاده میکنی؟ SMP بر روی ناحیه‌های سازمانی باشه یا رفته باشیم تو دل یک نقدینگی بزرگتری میام اونجا دنبال مثلا SMP میگرد. مثلا اینجا اومده توی ناحیه سازمانی باشیه اوردر بلاک تایم 1 ساعته یا FG تایم 15 دقیقه مونه اینجا میام دنبال همون SMP میگرد. تایم بالاتر استفاده میکنید دیلی چه میدونم 4 ساعته ویکلی اینجوری اونا رو هم آره میتونی در نظرشون بگیری. صحیح. تمام. خب الان دیگه کلا کانسولیدیشن شدیم. حدوداً چند تا کندل 38 تا کندل اینجا الان رنج زده. شرایط ترید رو اینجا دیگه نداریم. باید دیگه صبر کنیم به هر کدوم سمتی که مارکت ما شکست بیایم در جهت اون وارد معامله بشیم. حالا طبق پلنایی که داریم. بیه واقعا کانسولیدیشن شد. نه شرایط تحلیلی داره و نه شرایط ترید. قیمت هم که رفته بالای اولی FG مثلا که هنوز به عنوان یک ناحیه
حمایتی میتونیم ازش استفاده کنیم یا قیمت هم هر بار که تلاش کرده زیر اون FPG تا اون زمین ما کلوز کنه مجدد ریپرایز شده به سمت بالاتر. اینجا این حرکت نزولیه صرفا اومده داخل ریجکشن بلاک صعودی شده. از بالاتر هم که نقدینگاه بایساید هایی داره میزنه. الان هم نقدینگی سل سایدی که اینجا مجدد شکل داده. شرایط کلا غیر قابل تایید و تحلیل رو شکل داده که کانسولیدیشنه، نمیتونیم روش هیچ حسابی رو داشته باشیم. خب از مارکت تایم خارج شدیم. قیمت هم که رفته زیر اولین FPG. این بالانس نزولی اینجا رو هم داریم. اینو به عنوان یک کف سوینگ لو هم می‌خوایم در نظرش بگیریم. کف سوینگ لو رو داده، شیفت نزولی رو داریم الان. خب از پایین‌تر ما FPG تایم 15 امین هم داریم. CE اونم که واکنش خوبی رو به قیمت داده فعلا. FPG تایم 1 مین هنوز تشکیل نشد. خب اینجا کلا کانسولیدیشن هم غیر قابل تحلیل و ریده. دیدگاهی رو اینجا ما نمیتونیم داشته باشیم. FPG هم داشته باشیم مثل FPG الان اینجا میتونه قیمت بیاد ازش سل بشه یا بره بالای اون مجدد برگشت بخوره بهش و صعودی بشه. حالا یک رنج کانسولیدیشن رو داریم. کف اینجا تا سقف کفی که اینجا داریم، سقفی که اینجا هست الان زیر اکولیبریوم این کانسولیدیشنیم. یک اکسپنشن صعودی بزنه به سمت بالا و بره بالای 75% این کانسولیدیشن ما و میتونه برگشت قیمتی داخلی اصلاح قیمتی داشته باشیم و مجدد صعود قیمت. خب رفتیم بالای FPG که اینجا داشتیم. اول FPG که اینجا داشتیم قیمت اومد پایین تر از CE این FPG و CE FPG که اینجا داشتیم تبدیل شده به FPG، ریپرایز شده به سمت بالا. حالا اینجا نیاز به یک اکسپنشن صعودی تا بالای 75% این کانسولیدیشن داریم. اگه این کار انجام بده و این بالانس صعودی رو بده میتونیم حالا در برگشت به FPG که اینجا لحاظ میشه دنبال خرید باشیم به سمت حالا تقوی خود 830 که این بالا داریم، یا هم مارکت اگه اکسپند بشه به سمت پایین و بره زیر حالا کانسولیدیشن یا رنجی که اینجا داریم در برگشت اصلاح قیمتی زیر حالا زیر این FPG تایم اون زمین اکسپنشن بزنه و در برگشت ریتریسمنت بشه داخل این میتونیم حالا دنبال اصلاح قیمتی تا تشکیل ستاپ TGIF مایکل هم باشیم.
سلام، خسته نباشی. سلام، قربون سلامت باشیم. میخواستم ببینم شما رو طلا هم رو اونس هم کار میکنی؟ نه، فقط صرفا شاخص هستش. آها، خیلی ممنون. خب یه FG رو ما اینجا داشتیم و اکسپنشن سعودیمون هم انجام شده سمت بالای سوینگ های اینجا. اگه با بدنی بشکنه اون شرایط اکسپنشنه که بخوایم رو میاد لحاظ میکنه. اینو من برمیدارمش. آرون جان، ماکرو نوسی دهوسی رو چجوری در نظرش میگیری اینجا؟ ماکرو چی؟ ماکرو ساعت دهوسی، ماکرو ساعت دوسی نداریم که. یعنی اوپنینگ اون نیم ساعته بعدی منظورم. نه اونو خاطر به چیزایی که مارکت داره اونا رو حساب نمیکنیم. خب همونجوری که گفتی الان اکسپنشن سودیشو زده، نیاز به یه اصلاح قیمتی داریم. حداقل برگرد داخل FPG اینجا یه مجموعه کندلی اوردر بلاک اینجا و حوالی اینجاها دنبال بای قیمتی باشیم. بدنه خوبی رو بالای سقف اینجا هم داشته باشیم خوبه اگه ازش ریپرایس نشه. البته اینجا هم یه والیوم بالانس هم داریم، قیمت رو نگه داشته. بالای این هم کلوز کنیم خوبه. خب بالای 30 هم کلوز کردیم. نیاز به ریتریس داریم برای زدن سقفایی که این بالا مشخص کردیم، سقف وایساید خود روز و سقف وایساید دیروز. تا 5 دقیقه اگه کندل خوبی زده، ببینید واکنش قیمتی ها قیمت گذاری مجدد مارکت یا مارکت نکر توی یک نهایی OTE اوردر تایم یک ساعتی ما و هر منصفانه خرید قیمتی که اینجا داشتیم، مارکت اومده سفارش های خرید خودش انجام داده اینجا، باز دادن کف سلساید اینجا و کف سلسایدی که اینجا داشتیم که شرایط مارکت رو اومده اوردرهای بای اسمارت مانی رو ست کرده و دنبال چی هستیم؟ نقد کردن اون بایه هایی که اون پایین انجام دادن، یا میره بالای سقف اینجا، میره بالای سقف دیروزی که اینجا داشتیم.
خب مثل اینکه داو جونز کف اینجا رو جمع آوری کرده یا کف خود روز رو جمع آوری کرده و اسپی 500 هم که اومده داخل مجموع کندلی اوردر بره که اینجا نزدک هم که بازم کف بالاتر زده. پس اینجا اون داو جونزه اومده تایید SMT ما رو داشته که میتونه حالا طبق همون تحلیل یا دیدگاهی که داشتیم ما به تا بایستت ها اینجا رو هم حرکت کنیم. خب الان بیاد داخل FG اینجا میتونید دنبال یه کتاب ورود قیمتی رو به سمت بالا داشته باشین. سمین اومده داخل FG تایم 3 دقیقه ما قیمت کاملا ریپرایز شد رفت بالای جی که اینجا داشتیم. هم در نظر بگیرید خب قیمت اومده نقدینگی وایت رو زده رفته بالا ایمالانس داده برگشته پایین و زیر این بالانس اینجا کلوز کرده. اگه حتی برگرده داخل FG اینجا و مارکت سعودی بشه اگه بره بالای CE این FG که اینجا داریم یه بالای این FG اینجا بعد میتونید دنبال سناریو سعودی باشید یعنی اکسپنشن سعودی اصلاح قیمتی مجددی اکسپنشن سعودی که اینجا اگه قیمت بالای FG اینجا کلوز کنه میتونید دنبال بای قیمتی باشید. قیمت الان بالای همون FG تایم سمینه برام رفته بالای اون کلوز کرده نه یک دقیقه دیگه تا کندل 3 دقیقه قیمت هم رفته بالای مجموع کندلی که اینجا داریم. اینجا هم کلوز داشتیم اینجا هم که از CE این FG هم ریپرایس شده به سمت بالا و یک کلوز میرم بالای این FG داشته باشین دیگه کاملا راحت میتونه بر اساس همون
سوینگ درجه 3 ما میگه بدون اصلاح های عمیق مارکت رو وایسادی اینجا هم حرکت کن. خب کلوزی که بالای همون IFG داشتیم، الان دیگه قیمت باید اکسپنشن سودیشو خیلی راحت بزنه که برسه به حداقل وایسادی که سقف اینجا داریم که سقف خود 830 هست یا سقف خود روز که کشش به سمت نقدینگی این بالا رو داریم که فیلر سوینگ قیمتی است. این صورت سقف لو ریزیستنس لیکویدیتی مارکت میتونه تا وایسادی اینجا هم حرکت کنه. خب الان برگشت قیمتی داخل اوردر بلاکی که اینجا داریم میتونه قیمت رو شیفت بده به سمت بالا. یه فیجی هم که اینجا داشتیم الان دیگه مثلا میتونه اینجا یه ورود داشته باشیم، استاپ هم زیر اینجا. کندل خیلی بعدی هم داره. نقدینگاه رو جمع آوری کرده، بالای اون هم کلاس کردیم. ولی خب ناحیه‌ای که خیلی تحت تاثیرش داشتیم این والیوم بالانس اینجا بود. بالای اون کلوز نداشتیم اینجا، فقط صرفا رفته بالای FG اینجا. بالای اون والیوم بالانس هم هیچ کلوزی رو نداشتیم. این سوینگ درجه 1 و 2 3 چیه؟ اگر یه توضیح به کوتاه بده. خب سوینگ درجه 1 ما میشه رفتن زیر نقدینگی مثلا کف اینجا برای رسیدن به اون ناحیه‌های سازمانی که اوردر بلاک اینجا رو داشتیم یا FG اینجا رو داشتیم. این پای میشه سوینگ درجه 1 ما. اگه قیمت برسه به اون ناحیه 50% که اینجا داشتیم، ناحیه 50% رو در نظرش بگیریم اینجا هست، 50% اینجا. وقتی قیمت درگیر اون ناحیه 50% این رنج ما میشه، اونجا رو هم میتونیم به عنوان سوینگ درجه 3 در نظر بگیریم. اگه قیمت رفت بالاتر، یعنی باعث ما سودی باشه که قیمت سودی بشه بره بالاتر، این حوالی دیگه سوینگ درجه 3 ما هست و قیمت هیچ اصلاح عمیق رو انجام نمیده. که الان اینجا ما درگیر حالا اون سوینگ درجه 2 بودیم و همچنین حالا والیوم بالانس یه جا بوده، قیمت فقط اینجا صرفا رفته با ایستاده زده، اینجا هم نتونسته بالای اون کلوز کنه. یعنی الان ما داخل والیوم بالانس اینجا هست و اینجا اومده دیگه کاملا نزولی شده. چارت رو یکمی خلوت میکنیم.
ما الان باید ساید اینجا رو هم داریم، سلسات اینجا رو هم داریم و دو نزدک آماده این کف رو اینجا رو زده، کفی که اینجا داریم یا دو جونز هم اومده داخل FPG اینجا مجدد دو جونز اون SMT رو تایید کرده که سعودی بشن، حداقل تا بایستادهایی که اینجا داریم سخت خود اینجا. خب نزدک اومده نزدک اون کف رو نداده، نزدک زده، نزدک کفی که داریم رو زده. فعلا هنوزشون زیر این FPG تایم 15 دقیقه بسته نشده قیمت، دیدگاهمون هنوز بایه. این لول 20% اصلاحی رنج گور لفته برای چیز از DJIF فعلا که نه شرایط صعودی رو داریم نه شرایط نزولی رو. اصلاحات اینجا رو هم داریم، میتونه الان کفای ایکوالو اینجا رو هم جواری کنه یا هم میتونیم بر اساس سقفی که اینجا داریم با سقفی که خود دو جونز هم رفته بالاترش زده اینجا هم سقف پایینتری رسپی زده. خب دو جونز رفته این سقف رو هم جمع‌آوری کرد. اگه قیمت بره بالای همون FPG تایم 15 امین ما که آره اینجا رفته بالای زیر اون، اینه که شرایط رو سخت کرد. الان 15 امین رو در نظرش بگیریم، بودی شده رفته تا باردبراک اینجا، FPG اینجا رو هم داریم، کف سلسال اینجا رو هم داریم، مارکت هم سلسال اینجا رو هم داریم. میتونه همون ستاپ DJIF ما رو هم بده. یه هم به صورت کلی تر میتونیم الان ستاپ سیلور بولت هم در نظر بگیرید یا به عنوان یک کانسولیدیشن در نظر بگیرید اینجا، مانیپولیشن قیمتی و دیستریبیوشن قیمتی به سمت پایین. الان نیو دیلی رنج هم بخوایم در نظرش بگیریم دن میشه اینجا. آروین ورود سیلور بولت اگه در نظر بگیری تو این لگ نزولی کجا رو در نظر میگیری؟ سیلور بولت رو باید بریم تایم 5 مین. ببین الان ما قیمت با یک حرکت قوی نزولی اومده رفته زیر اون ایمبالانس تایم 15 امینه و همچنین رفته حالا زیر اون نیو دیلی رنج ما. انتظار حالا ممکنه اون اصلاح امیر رو نداشته باشیم که حداقل تا این بالا هم بیاد.
اون دیپ لیبل کلیدی الان افیجی اون زمین رو داریم و قیمت هم رفته زیر نیو دیلی رنجمون. یا هم میتونیم الان ببینید یه بار اومده دلیوری شده به سمت پایین رفته بالا رسیده مساویت به اون افیجی تایم 15 مین ریدلیوری شده به سمت پایین. این اصلاح کنه بیاد داخل این ناحیه اینجا ناحیه اینجا رو داریم تلفیق شده باشه با نیو دیلی رنج ما میتونه یه اصلاح سودی داشته باشیم و بعد تا اون 20% اصلاحی کل هفته رو داشته باشیم. یا هم کف سلسات اینجا رو هم قبل از اینکه بره اصلاحش انجام بده این کف سلساتی که اینجا داریم اینو هم نباید بزنم. این اگه زد کلا ممکن اصلاح عمیق هم داشته باشیم. اینو به عنوان یک RDRB در نظرش بگیرید. داوجونز همین الان نگه داشته میتونه از اینجا سودی بشه یه حرکتی رو به بالایی بزنه. داوجونز هم نگه داشته ولی خب دیگه رنجی که بخوام در نظرش بگیریم در همین یه خط میشه اوپنینگ یه رانی دیگه رنجی که داریم. قیمت اومده شیفت نزولی رو داده اومده داخل فیجی اینجا کف استرینگ لو رو هم زده نقطه که بایی ساید هم زده اسنتی رو هم اینجا داشتیم به خود نیو دیلی رنج رو هم داریم. خب قیمت اومد دقیقا داخل نیو دیلی رنج و RDRB که اینجا داریم دیگه میتونه بیاد کفایی سلسات اینجا رو هم جمع‌آوری کنه. فکر کنم دیگه افتادیم توی همون رنج نزولی که ستاق TGIF رو داشته باشیم بره کفایی سلساده ها رو جمع‌آوری کنیم. ناحیه RDRB که کشیدیم رنج خوبی رو تطبیق کرد با اون نیو دیلی رنج ما و از قبل هم که روندش نزولی بوده قیمت اومد که ترکیب شد با اون RDRB و نیو دیلی. حالا اینجا هم می‌خواستیم ورودمون رو انجام بدیم استاپ میشد بالای اینجا این دیگه الان هدف قیمتیش همون ستاپ TGIF 20% اصلاح رنج هفتگیمون.
دقیقا تلفیق شده با کفی که اینجا داریم. میتونه یکیش نقدینگی به سمت کف سل ساید سشن دیروز هم باشه، سل ساید سشن عصر نیویورک. افتادیم کلا توی یک رنج لو ریزیستنس لیکویدیتی. توی رنج های لو ریزیستنس لیکویدیتی ما انتظار برگشت قیمتی سمت یک ایمبالانسی یا دادن مثلا یک سقف کوتاه مدتی. بعد از اونا میایم در جهت اون بایاسی که مثلا شکل میگیره این در جهت اون وارد ترید میشیم. در شرایط الان لو ریزیستنس لیکویدیتی که اینجا داریم یا فیجی اینجا داریم یا ممکنه مثلا قیمت بیاد یک سقف کوتاه مدتی رو اینجا بزنه، لحاظش کنه و مهندسی بشه به این صورت و ریزشی بشه تا این کف سل ساید سشن عصر دیروز یا اصلاح کنه داخل اون 20% اصلاح رنج هفته‌مون که همون راحت صرفا فعلا که ورود همون آردی رو داده. خیلی خوب ریخت. HTC اومده اکسپنشن نزولی شو زده، بخش خود نوسی اومده اکسپنشن نزولی شو زده و بعدش اون اومده ریتریس داده داخل اوردر که اینجا یا جمع کردن نقدینگی وایساده اینجا و مجدد اکسپنشن نزولی زده. ولی خب چون شرایط دو تا ناحیه مهم رو داشتیم که اوردر تایم یک ساعته بود و همچنین ویژی تایم 15 همین بود، اومد به دو تا ناحیه مهم قیمتی گیر کرد و یک ناحیه های ریزیستنس لیکویدیتی رو شکل داد که این کانسولیدیشنی که اینجا داشتیم حالا غیر قابل ترید و تحلیل رو داشتیم اینجا. بعدش مارکت اکسپنشن سودش زده رفته وایساد جمع کرده به عنوان یک مانیپولیشن قیمتی و بعدش مجدد این رنج دیستریبیوشن اومد که اومده پایین تر. الان داره چیکار میکنه؟ خب نقدینگی سلسله‌های اینجا را جمع‌آوری کرده و میگم که این بالانسی رو داریم میتونه حالا یه اسلامی رو داشته باشیم که حداقل تا همون فیزیک داریم بالا مشخص کرده. فیزیک مشخص کردیم توی یک مین تا اونجا هم صعودی بشه در این فیزیک که اینجا مشخص کردیم یا
تایم سمین با افیجی تایم سمین اینجا رو هم داریم. یه سل ساید اینجا هم هستش، میتونه دا این پایین هم حرکت کنه. این مجموعه کندری اوردر که هم اینجا داریم، الفیه باشه افیجی که اینجا هم هست، میتونه نهایی مقاومتی خوب رو هم شکل بده. با اینکه ناقینگی هم جمع کردیم، انتظار یه حرکت یه قوی به این صورت هم نداشتم. حداقل یه سقفی رو هم باید مهندسی میکرد که سقف اتوماتیکی در نظرش بگیریم، به این صورت بیاد اون ناحیه ما برسه بعد نزولی بشه. یه کله اومده بالا، یکم این ناحیه ممکنه اذیت کننده باشه. الان سلی که اینجا داشتیم حداقل میتونستیم حالا زیر کفای اقتصادی اینجا هم تصویر کنیم یا برسه به اون افیجی اینجا، که بر اساس این پروژکشن هم که از سقف اینجا کف اینجا هم در نظر گرفته باشیم، حداقل -1 رو داده. آره با -1 هم حرکت کرد که زیر کف سلساید اینجا هم هستش. این اگه میومد مثلا حالا همون چیزی که گفتم یه سقف اتوماتیکی هم میداد میرسید بین افیجی و اوردر که اینجا میتونست که سل خوبی هم داشته باشه. حالا هنوز هم اعتبار داره. خب اون شرایط رو شکل میداد، شرایط ترید رو خیلی بهتر میکرد که ورودهای درست‌تری داشته باشیم. ولی چون نقدینی رو زده و اینجوری حرکت کرده، میتونه تا سقف خود اینجا هم حرکت کنه. یعنی ورود رو اینجا الان سختش کرده که حالا در برگشت اصلاح قیمتی به سمت اون افیجی اینجا یا اوردر رو اینجا رو به همون جوش که گفتم داره میره سقف اتوماتیکی بزنه. الان اکثرا مثلا با جمع کرده اینجا یا این اکسپنشن نزولی و ریتریس به سمت افیجی اینجا و اوردر اینجا میان سل میگیرن. ولی خب یه سقف اتوماتیکی میداد و به این صورت هم حرکت نمیکرد، میتونستیم داخل اوردر بلاکی که اینجا داریم و اون افیجی اونجا ورودمون رو انجام بدیم. مثلا حالا کفی که ریسشن عصر دیروز یا اون 50% اصلاحی رنج هفتمون هم میتونستیم ازش داشته باشیم. تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه شده. خب من 4 تا میزنم تمامش کنیم و بریم برای روز دوشنبه یا سه شنبه ببینیم میتونیم لایو ترید داشته باشیم یا نه. اگه سوالی نیست که بریم. عصرتون خوش و هفته
امید داشته باشیم. آرمین یه سوال دارم اگر امکانش باشه بفرمایید. بپرسم. تو این شرایطی که مثلا مثل امروز خیلی بازار برات گنگه، چون مفهوم نداره کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه، چیکار میکنی تو؟ مثل همون شرایطی که اینجا توضیح دادم، گفتم کانسولیدیشن باید به یه سمتی اکسپنشن بشه و دنبال ورود قیمتی داشته باشیم، یا بر اساس این شرایط و حالا طبق پلن‌هایی که من داشتم هیچ پلنی رو اینجا شکل نداده، صرفا فقط از همون اول لایو استریم هم که داشتیم گفتم فقط یه جنبه تحلیلی می‌خوام انجام بدم. هیچ ستاپی رو من حالا بر اساس اون 6 تا پلنی که من دارم هیچ کدومش رو اینجا ندادم بخوام دنبال ورود قیمتی بگردم. تو همچین حالتی من خودم دیگه ترید نمیزنم، یا اگه باید سهم نامفهوم باشه آیا قرار صعودی بشه یا نزولی، تو همچین شرایطی نمیام ترید بزنم، فقط صرفا جنبه تحلیلی به صورت تیپ ریدینگ میکنم. یه غیر از این دیگه کار خاصی نمیکنم. تشکر. قربون سلامت باشی، عصرتون هم خوش. خداحافظ بچه‌ها. خداحافظ.